برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان بخت پیروز. همایون بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. با گرمترین و صمیمانه ترین درودهای بهاری حضور همه شما بینندگان ارجمند و گرامی، امیدوارم که این بهار دلانگیز، این جشن بزرگ ملی، این نوروز پهلوان که از راه رسیده و به خانه همه ایرانیان شادی و شادکامی آورده، همیهنان ارجمند، امسال یک سال پر از موفقیت باشه، یک سال خوشبختی برای همه ایرانیان، مخصوصاً برای مردم شریف و هموطنان بسیار ارجمند گرامی ما در درون ایران که واقعاً باید روزهای شاد و روزگار شادمانی داشته باشند. مشهور است، همیشه این خدمت شما عرض کردم که این بهاری که از راه میرسه با خودش پیام مهر، دوستی، مودت، صلح و آشتی میاره. امیدوارم که امسال واقعا سال پرباری باشه، سال صلح، سال دوستی و سال صفا و یکدلی. همیهنان ارجمند گرامی، هنرمندان ارجمند گرامی، به خاطر نوروز پیروز ما، این جشن بزرگ ایرانی که امروز دیگه نمیتونیم فقط بگیم ایرانی، در جهان نوروز رو به رسمیت شناختن. یک جشن بزرگ، حسن بزرگ نوروز ما اینه که با طبیعت همراهه، یعنی با نو شدن طبیعت نوروز ایرانی آغاز میشه. هنرمندان ارجمند محبت کردن، دیدار نوروزی داریم، هر کدامشون در رشته خودشون جزو بهترین ها هستن. از همینجا که نشستم خدمتتون معرفی میکنم آقای آریس عزیز. سال نو مبارک. سال نو مبارک. سال نو از شما. آقای جمشید علی مراد. قربان شما، سال نو مبارک جمشید جان، انشالله سال خوب داشته باشین. و آقای اسی الوندی که راش رو گدرت نمیدم، سال نو بر شما در جلسه. من خواستم من دست بدم. خیلی خوش آمدید اسی جان. منم سلام میکنم خدمت شما و تمام ملت عزیزمون، تمام همزبانانمون. سال نو رو به همه تبریک میگیم. به هر حال امشب منم خیلی خوشحالم در جوار این بزرگان نشستم و در خدمت شما عزیز. خواهش میکنم، باعث خوشحالی ماست. هنرمندی مثل آقای اسی الوندی که جمشید جان، آریس جان، واقعا از نوجوانی کارش وقتی آغاز کرد با بزرگان موسیقی ما واقعا همیشه همراه بوده، نشست و برخاست داشته، در مکتب بزرگان تلمس کرده و یکی از نوازندگان توانای سنتوره بدون اغراق. حالا در صحبتامون اشاره خواهیم کرد. خب اجازه میخوام که آریس جان از شما شروع کنیم. این آقای آریس ما هنرمند بسیار شایسته، مدیر لایق، همیهنان ارجمند. من تا اونجا که یادم میاد ایشون وقتی در لندن بودن، بهترین کنسرت هایی که در لندن برگزار میشد، برگزار کنندش آقای آریس عزیز بوده. میخوام یه همچین تک‌مضرابی به اونجا بزنیم، بگیم آریس جان چگونه به فکر این افتادی که برای هموطنان خود در لندن و اون کنسرت های با شکوه رو برگزار کنیم؟ عرض کنم خدمتون که اولا یک نقطه‌ای هست برای عید نوروز. بله بله. ما عید زیاد داریم. درست. مخصوصا ما ارامنه هم از عید ایرونی ها استفاده میکنیم، هم از عید مسیحی ها. بله بله. و حتی 2 تا کریسمس داریم. الان سالی 2 دفعه کریسمس میگیم. بله. حالا ولی با تمام این وجود تمام این اعیاد هست، بله. من علاقه مخصوصی به عید نوروز دارم. درسته. به خاطر اینکه من میدونم که طبق نتایجی که من خودم گرفتم از مطالعه تاریخ، بله بله. عید نوروز یکی از پایه‌های اصلی هویت ما بود. آفرین، درست. یعنی ما تونستیم سوار بر این پایه عید نوروز، درسته، نه بهار، عید نوروز، عید نوروز، بله، تونستیم هویت ایرانی خودمون که الان هست به زبان فارسی صحبت میکنیم، آفرین، زبانی که حافظ شعر گفته، سعدی شعر گفته، ما خودمون رو به اصطلاح کارت شناسایی داشته باشیم. آفرین، شناسنامه‌مون شده. که یکی از پایه‌هاش عید نوروزه. بله. یکی از پایه‌هاش
عالی جناب به فردوسیه. به به به. ولی حالا دیگه وارد اون مسئله نشم که از حوصله بحث امروز ما خارجه، یه روز دیگه میام خدمت. حتما واقعا با آرژیس عزیز میتونیم ساعت‌ها صحبت کنیم. ولی هنرمند فوق‌العاده. عید نوروز بر من خیلی زیبا و بله. علاقه مخصوصی من دارم بهش. بله. همیشه هم داشتم. به خاطر این هم هست که آهنگی که من خوندم برای عید نوروز به نام نوروز زیبای من نوروز زیبای من. نویسنده این نوروز زیبای من هم آقای هادی خرسندی. بله. ایشون لطف کردن این شعر رو اجازه دادن که من بخونم که میگه عید دیروز من، عید امروز من، بله. عید فردای من، نوروز زیبای من، به به به. جشن دیرین من، جشن شیرین من، بله. جشن ایران من، به به. نوروز زیبای من. بله. از اینجا هم درود می‌فرستیم خدمت استاد هادی خرسندی، شاعر توانا، واقعا یکی از طنز پردازان به نام دوران ماست. هادی انشالله سال خوب داشته باشه خودش و خانواده عزیزش. خب علی جان ولی نگفت میگم هم تن پرداز و هم ایران پرست. بله اون که دیگه میان پرستی شک نباید کرد. و واقعا من تا آخر عمرم متشکرم از ایشون که این شعر رو اجازه دادن من بخونم و به زیبایی اجرا کرده. حالا به خاطر عید کنسرت ها رو که سوال فرمودید، لندن من در مورد 1983 دارم حرف میزنم. بله. 1984 حرف میزنم. بله. و در اون سال 1983 84 بود یکی از خواننده‌های خیلی بزرگ ما، بله، که من خیلی علاقه بهش داشتم و اسمشو نمیخوام بیارم. بله. الان بله. خطرناک نه خطرناک نیست، نمیخوام بگم که چه اتفاقی افتاد. بله. کنسرتی که در حد لیاقت ایشون بود در لندن نگرفته بودن. یعنی ایشون رو دعوت کرده بودن ولی به خاطر بی‌تجربگی یا ندانم کاری یا هر چی که برگزار کننده انجام داده بود، کنسرت به زیبایی که من دوست داشتم اجرا بشه نشد. و من خیلی ناراحت شدم از این موضوع که چرا ما این همه تماشاگر شیک و خوب ایرانی داریم. بله. و این لجند بزرگ کشور ما اومده اینجا کنسرت بده ولی چون کنسرت گذار کارشو بلد نبوده یا نمیدونسته بیچاره چیکار کنه، یک همچین وضعیتی به وجود اومد که نه کنسرت شد، نه سانگ بود، نه انضباطی داشت، شکوه نداشت. بله. درست مثل این که یه چیز خیلی ساده، خیلی معمولی که در حد این لجند ما نبود. بله. من تصمیم گرفتم همون شب که درسته من کارم این نبود، کار من خوانندگی بود، گفتم من میرم اونور. آفرین. اونور صف وامیستم و اون کار شیکی رو که دوست دارم انجام میدم. این منتهی شد به تقریبا 20 تا کنسرت در طول سالهایی که من در لندن بودم و شروعش بود در 1986 در آلبرت هال که من جایی که بیتلا میاد. بله. آلبرت هالی که از بیتلا گرفته، تام جونز، بعد همه بزرگان دیگه اونجا میخوندن. بعد کنسرت های کلاسیک. بله. و من یه ارکستر 120 نفره اونجا رو استیج گذاشتم که با عزیزان من، خانم هایده، آقای ستار و آقای مرتضی و 5 تا آماتورهای داخل لندن، خواننده‌های اونجا، اینا رو همه رو تنظیم کردم. البته ماها طول کشید که این پروژه اجرا بشه. بله. و اون موقع ما نه آقای توفیقی داشتیم که تلویزیونی داشتیم، آقای شجره‌ای داشتیم، نه رادیو داشتیم، هیچی نداشتیم در لندن. 1986 بله درست. به کمک روزنامه کیهان و پوسترهای خیابونی و همین و چند تا روزنامه‌نگار خیلی با محبت که لطف داشتن به من کمک کردن که اینا تبلیغاتش بپیچه، مردم بدونن که همچین برنامه‌ایه. ولی روزنامه کیهان اون موقع لندن و همین روزنامه آقای اصفهانی هم در ضمن نیمروز بله تازه شروع کرده بود، جون گرفته بود. بله. تونستن این کنسرت رو پروموت کنن ولی من پوسترهای خیلی بزرگ و عظیمی زده بودن رو دیوارهای لندن. آفرین. حدود چندین هزار پوستر، اونم
قانونی. بله دیگه. کل درآمدشو برداشتن. آره دیگه، هزینه کرده دیگه. بله، برای که من اینو شخصیت ما رو نگه داره. برای قلب خودم کردم و نمیخواستم من پولی آفرین. اولا حداقل میخواستم یه پای ریزی بکنم که بعد اون کسی که میخواد کنسرت بذاره بترسه یا باید اینجوری بذاره یا نذاره. آفرین. بعدش شد خدا رو شکر. از فرانسه، از اسپانیا، از آلمان و خود داخل انگلیس حدود 5000 نفر سالن آلبرت هالو پر کردن. شبی که ما برنامه داشتیم خیابون های استریت کنزینگتون تقریبا بسته شده بود. پلیسا اومده بودن، ترافیک بود و می اومدن سوال میکردن چه خبره اینجا؟ ما نوروز ما ایرانی هاست. شما ایرانی ها عید میگی این همه آدم شیک دارین، رویز بله همه اومده بودن اونجا پارک میکردن، همه ردیف منتظر بودن تو پارکینگ، خیلی شیک. خیلی و اون شب من مزدم و از نظر روانی، از نظر عصبی، از نظر مورال گرفته. ولی ایشون که فرمودن خرج کرده بود، ایشون درست پولی که در آورد هزینه کرد. خب به خاطر اینکه چون خودش هنرمنده، واقعا میگم هنرمند وقتی میخواد یه کاری بکنه سعی میکنه که به صورت کامل همه چی به جا و از متخصصین هم به درستی در جای خودش استفاده میکنه. من فکر کنم که آریس یک همچین کاری کرد. واقعا منم یادم اون خبراشو شنودیم، دوستان ما میگفتن کاردان اونجا بودن. بله. خدا بگم این آقای کاردانو از ما نگیره. بله. ایشون اون موقع لندن زندگی میکردن. بله. با دوربینشون از این پوسترها فیلم گرفته بودن، فرستاده بودن اینجا. شما ویدیو نگرفتی خودتون؟ چرا ویدیو هم گرفتیم. خدا بیامرز آقای رضا فاضلی، اون موقع که تو لندن ایشون هم خیلی کمک به من کردن. ویدیو اینا رو من خدمتشون دادم که این ویدیو رو پخش کنن. آماده شد، خیلی کمک به من کردن. مغازه ایشون که در لندن بود تقریبا یک ماه، یک روز من رفتم اونجا، خجالت کشیدم، 4 تا تلفنش فقط داشتم بلیت میفروختم. بیزنس خودش دیگه استاپ کرد. بله. من خجالت کشیدم برم تو، می‌خواستم فرار کنم، خودش از پشت منو گرفت. کجا داری؟ گفتم من خجالت میکشم از روی شما، بیزنس شما همش مختل کار من شده. گفت نه اجازه بده ما کارون انجام. بعد اون روزی که قرار بود این ویدیو پخش بشه، بله، آگوست 25 1986 آگوست 25 که روز تولد منم بود. زنده باشین. مغازه ایشون رفت رو هوا. بله. که نه به خاطر این ویدیو، نه به خاطر بله مسائلی که خودش بله. و من دو سه روز بعد جلد روی ویدیو رو که ما اون پوستر گذاشته بودیم، خانم هایده بودن، آقای ستار، آقای مرتضی، در 2 خیابون اونورتر تو رو زمین دیدم که این بمب که زده تمام این ویدیوها که با هم آماده بودن همه دیگه از بین رفت. آخه خب آریس جان خیلی خاطره قشنگی بود برای یادآوری، به خصوص برای بسیاری از همیهنان ارجمند ما که همون برنامه رو شاهد بودم. من از این جهت سوال کردم چون اون روزها خب بحث کنسرت زیاد میشه و متاسفانه عرض کنم که بسیاری از هنرمندان بزرگ ما، اونایی که واقعا قدرت و توانایی دارن، از نوازنده های خیلی خوب بگیرید تا واقعا تنظیم کننده ها، اینا متاسفانه آریس جان اکثر اینا خانه نشین شدن به دلیل همین نابلدی بعضیا که اومدن وارد این میدان شدن. میدونم حالا میخوایم درون صحبت کنیم، ولی چون مثل که یه مقدار زیادی صحبت کردیم، اگر موافق باشید اسی جان، جمشید جان، همین نوروز زیبا رو ها، چون راجع به نوروز زیبا واقعا زیباست. من که خودم اصلا برای اولین بار وقتی اینه از رادیو پخش کردم، نمیدونید مردم چه استقبالی کردن. اجازه دارم یه چیزی بگم؟ آقای فریدون توفیقی در رادیو بودن، من رفتم پیششون، ایشون من نمیشناختم، من ایشون رو خیلی خوب میشناختم. رفتم اونجا عرض کردم خدمتشون آقای توفیقی من یه آهنگ دارم به نام نوروز زیبای من تو این نواره، گفت بده من. برداشتن همینجوری گذاشتن تو دستگاه، شروع کردن پخش کردن. منم اونجا وایسادم فکر کردم ایشون میخواد گوش کنه ببینه چیه. گفتم چی شد؟ گفت داره پخش میشه.
جشن دیرین من، جشن شیرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من. اومده بنفشه تا به تو خودش سلام کنه، اومده چلچله تا زمستون رو تمام کنه، اومده بنفشه تا به تو خودش سلام کنه، اومده چلچله تا زمستون رو تمام کنه. عید دیروز من، عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، جشن دیرین من، جشن شیرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من. گلبهاره موقع دیدن یاره، گلبهاره موقع دیدن یاره، دیگه اینجا نمیمونم یار من چشم انتظار، دیگه اینجا نمیمونم یار من چشم انتظار. عید دیروز من، عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، جشن شیرین من، جشن ایرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من. اومده بنفشه تا به تو خودش سلام کنه، اومده چلچله تا زمستون رو تمام کنه، اومده بنفشه تا به تو خودش سلام کنه، اومده چلچله تا زمستون رو تمام کنه. عید دیروز من، عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، جشن دیرین من، جشن شیرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من. عید دیروز من، عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، جشن دیرین من، جشن شیرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من. بله، نوروز زیبای من. چقدر دیدین دلنشینه. امیدوارم بینندگان ارجمند ما که لذت بردن، مخصوصا عرض کردم اول ما آریس جان، امسال واقعا همه منتظرن که این نوروز ما اون زیبایی، اون عظمت که این هم باش ما صحبت کردیم بزرگان ما در وصفش سرودن، به عیناً همه ببینن که این نوروز حامل پیروزی است برای ملت ایران. بله. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. عرض کنم که آریس جان، آقای جمشید علی مراد من فکر کنم که معرف همه هنردوستان هست، برای اینکه خود من از اون زمانی که خودم رو شناختم واقعا کار جمشید همواره در ایران اون موقع مورد اقبال و ستایش همه شنوندگان ارجمند ما بوده، برای اینکه یک نوجوان پا گذاشت همیهنان ارجمند کار زیبایی کرد، برای نخستین بار در مملکت ما گروه ایجاد کرد، گروهی کار رو ارائه دادن و چه آهنگ های زیبایی. جمشید جان باز هم شاد باش میگم نوروز رو. خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردی، چقدر خوشحالم که با این دوتا دوست عزیزم نشستم. اجازه بدیم بگم درود به تمام بیننده های محترم شما، عیدشون مبارک باشه. امیدوارم که همیشه شاد باشن، خوشحال باشن. یادتون باشه عشقی که میخوایم به فرزندان، به پدر، به مادر بدین الان بدین ها. آفرین. فردا خیلی دیره. آفرین. خیلی خوشحالم که با شما نشستم. تشکر میکنم که منو دعوت کردید. حالا دیگه بقیه‌اش دست شما. آخه شما اینقدر خوب حرف میزنی ما نمیدونیم نه بابا اختیار داریم، من یاد میگیرم. بلدیم. ولی شما ماشاءالله 100,000 تا شعر بلدین، 500,000 تا داستان بلدین. صداشون ملودی هست. صداش قربون شما، لطف شما. گیفت خدا. خواهش می‌کنم. آریس جان ببینید اون موقع خب